این مرد از شرکت بنز یه پراید آخرین سیستم خریده و با هیجان کل خانواده‌شو برمی‌داره تا از آلمان بیاد شمال ایران جوج بزنه. اما به محض اینکه وارد ایران میشه یهو اینترنت پراید هوشمندش قطع میشه. پراید قاطی میکنه و سرعتش میره روی 130 کیلومتر بر ساعت. اما وقتی مرد ترمز پراید رو فشار میده سرعت نه تنها کم نمیشه بلکه حتی میره روی 160 کیلومتر بر ساعت. مرد سری به نمایندگی ایرانی بنز توی آلمان زنگ میزنه اما فروشنده مشغول فروختن پراید به یه خانواده بیچاره دیگه است و تلفن مرد رو قطع میکنه. یهو جلوشون ترافیک میشه و مرد مجبور میشه ماشین رو بندازه توی یه جاده در حال تعمیر. اما درست در همین لحظه این شوتی سوار میخواد از ماشینش پیاده بشه و پراید در شوتی سوار رو با خودش میبره. راننده شوتی هم با عصبانیت یه آهنگ محسن لرستانی میذاره و میفته دنبال پراید تا ازش انتقام بگیره. اما